به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی، زبان آموزان عزیز. رسیدیم به درس 28 از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. در این درس ما به شما حرف و را آشنا می‌سازیم که از حرف و با حرف و چی کلمه ها شروع می شود. در اینجا 4 کلمه برای شما آوردیم و اکنون شروع میکنیم از کلمه اول. واگن، 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 واگن. واگن البته برای همه شما این کلمه آشنا است. چی تلفظ کلمه و چی شکل این رسم در زبان تاجیکی نیز واگن میگوییم. یعنی پاییز گفته از چند واگن عبارت است، اما واگن گفته همون چی گویم یکی از جزئی همون قطار می شود. یکی از جزئی همون قطاری که پاییز به زبان روسی یکی از همونها را واگن میگویم. یعنی پاییز عبارت از چند واگن است. خب والیز، 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 والیز. والیز گفته جامدان را میگویم. یعنی جامدانی که برای سفر است. یعنی حتما باید که کمی بزرگ باشد یا کلان باشد. اگر خرد شید اون را چانتا میگویم. چانتا. فکر میکنم در درس های پیش گفته گذاشتیم این را. والیز جامدان. و کلمه واپور، 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 واپور. واپور به زبان تاجیکی کشتی. یعنی اگر کسی از شما به شهر استانبول سفر کرده باشد، از طرف کادکوی به طرف اروپایی استانبول، یعنی از طرف آسیایی استانبول به طرف اروپایی استانبول، کشتی ها همین خیلی کشتی ها هر یک نیم ساعت پس یعنی در حرکت هستند برای مسافران یا سیاحان را از این طرف آسیایی به اون طرف اروپایی برده رساندن. واپور کشتی. ویشنه، 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 ویشنه اولوچا، اولوچا. اگر خطا نکنم در زبان روسی ویشنیه میگویم که وای ویشنیه دیگر میبرد و نظر دارم اونقدر در خاطرم نیست، لیکن کلمه ویشنه به زبان تاجیکی اولوچا، ویشنه اولوچا. خب این بود درس 28. تا درس های نوبتی. خدا نگهدار.